همیشه ما باید نظرمون روی این باشه که موفقیتمون رو بتونیم با یه سیستمی یا دستگاهی یا با یه میجرمنتی به قول گفتنی ها با یه تولزی اندازه بگیریم. وقتی تو استاک تریدینگ میایم تو حالا هرچی که آنلاین ما ترید میکنیم، حالا من فوکسم الان رو استاکه، شما باید در نظر داشته باشین که اندازه‌ای که اندازه پولی که در اون تریدی که میکنین موفق شده یا بردین یا باختین زیاد ملاک کارتون نباشه. چون که ما میتونیم اکانت سایز های مختلفی داشته باشیم. یکی میتونه مثلا 1,000,000 اکانت سایز داشته باشه، مثلا $2,000 در روز سود کنه یا ضرر کنه. یکی میتونه مثلا $10,000 اکانت داشته باشه، مثلا $100 تا 200 تا در روز سود کنه یا ضرر کنه. ولی وقتی ما بریم تو لولی که پرسنتج باشه، یعنی درصد سود و ضررمون رو ببینیم، اون موقع است میتونیم که ما موفقیت یا شکستمون رو در ترید اندازه بگیریم و طبق اون داده میتونیم به استراتژی هایی که استفاده میکنیم به قول گفتن یا بتونیم اون بیس ما باشه که ما بخوایم از روش ببینیم اصلا ما موفق بودیم یا نبودیم. فرهاد هستم و پارت تایم ترید میکنم و این ویدیو واسه کسایی که دوست دارن با سرمایه کمتر ترید کنن و میخوان رشد مالیشون از سرمایه پایین باشه. خب دوستان، من الان اینجا چارتی رو وا کردم که ببینم که چیزی که میخوام واسهتون توضیح بدم و اینجا راحت بهتون شرح بدم. خب ببینید استاک های مختلفی هست. مثلا اون استاک ها واسه ما مهم نیست. ما استراتژی که داریم واسه ما مهمه. استراتژی که داریم ما میخوایم مطمئن باشیم این کار میکنه. استراتژی یعنی موفقیت ما تو اون کاری که ما میخوایم انجام بدیم یا تریدی که میکنیم. استراتژیمون باید موفق باشه، اگر نه ما هیچ موقع نمیتونیم پول بسازیم. خب استراتژی ما چیه؟ ببینید من اگر بخوام برم الان چارت که میبینید چارت انویدیا، من الان میخوام برم این چارت انویدیا رو میخوام استاکش رو ترید کنم. درسته؟ شما فکر کن من از اینجا بخوام ترید کنم، اینه امروز میذارم رو 5 دقیقهش. ببین انویدیا امروز 172 تقریبا $3 باز شد، بعد تا 174 و 74 هم رفت، یعنی از که $1.5 سوددهی داشت. اگر ما انقدر دقیق باشیم که بتونیم از این اولش رفته باشیم تو، انقدر دقیق باشیم که بتونیم در آخرم بیایم اینجا بیرون. ما $1.75 میبریم، یعنی باید شما پرفکت باشی که این سود رو ببرید. درسته؟ پس ما مهم نیست که چقدر دقیقیم. یه جایی که ما نمیتونیم اینقدر دقیق باشیم که ریالستیکلی، ولی میتونیم این نوسان رو باهاش ازش استفاده کنیم. درسته؟ پس ما اگه بتونیم، مثل من قیمتی که انویدیا امروز موو کرد، درست مثلا ما اینجا بخریم، بعد اینجا بالا هم بریم بپوشیم. خب حالا اینو بیارم پایین. بکن ما اینجا خریدیم، استاپ اونم حالا میگیم اینجا. ما اینجا خریدیم، اینجا فروخت. $1.74. $1.47. ببخشید بیام بالاتر. $1.70. بگو حالا 70 سنت رفت بالا. $1.70. اینجا زده دیگه، این پایینم زده موومنتش، ولی دقیقا نمیگه مووش چقدر. اینجا هم زده از 172 96 تا 172 رفت بالا، رو 73 تا 70. $1.73 موو کرده. ما سودی که میتونستیم از این ببریم اگر فول بریم یه 100 تا شیر میخریدیم $1
$165 میبردیم اگه 100 تا شیر. اگه 1000 تا شیر میخریدی 1600 تا میبردی مثلا میگم. تارگتمون هم که زده اینجا. شما میخوام دقتون روی این باشه، ما الان باید کلی یه 100 تا شیر انویدیا یعنی میشه نزدیک $17,000. درسته؟ $17,000 بذاریم که مثلا 1% سود کنیم. درسته؟ $17,000 بذاری $170 ببر. به نظر من یه خورده همچین جالب نیست، یا همچین سرمایه که میذاری تو اون سودی که اگر هم سود ببری، این مثلا موقعی ما داریم که ما واقعا کارمون پرفکت باشه که بتونیم $170 سود ببریم از 10,000 از 17,000. اگه شما 100,000 100,000 تا شیر بخری، $173,000 بذاری، میخوای در روز $100,700 تقریبا سود. حالا من میخوام ببینم اونایی که اکانتشون کوچیکه، مثلا ما $2,000 $5,000 دیگه خیلی بالا بالا نمیریم، میگیم آقا بین $1,000 تا $10,000 پول دارم، نه 5,000. من نظرم اینه که شما میتونید حتی با استاک های بزرگ مثل انویدیا، مثل گوگل، مثلا تسلا در روز درآمدزایی کنید خیلی راحت. واسه همین این ویدیو رو گذاشتیم که باتون شیر کنیم که چیکار کنیم که ما هم بتونیم این استاک ها رو ترید کنیم. پس بریم با همدیگه، من یه چیزی رو باهاتون نشون بدم. ببین استاک انویدیا، منم این چارتش رو میذارم 15 دقیقه. این امروز اینجوری شروع شد دیگه. فکر کن شما امروز صبح بلند شدی، استاک از بالا که باز شده به 173.40 رسیده، اومده پایین، بعد شروع کرده از به پایین رفته بالا. خب ما میتونیم راحت این استاک هم با نوسانش بازی کنیم. حالا چجوری میتونیم بازی کنیم؟ ما باید یه استراتژی داشته باشیم. شما فکر کن این استاک $173 رو اگه یادتون باشه من بخوام بخرم، بعد $17,300 بذارم که بتونم مثلا 100 تا شیرش رو بخرم. 10 تا شیرش هم بخری میشه 1700 تا. خب سودش هم $1 بره بالا، شما $17 بود. من منظور میگم واسه همین باید ببینیم چیکار میکنیم. ما اینجاست که آپشن، هم که صحبتمونم راجع به آپشن امروز، آپشن به درد میخوره. آپشن به درد کسایی میخوره که اولا استراتژی زیادی داره ولی من داخل اونجا نمیرم. آپشن برای کسی که اکانت کوچیک دارن بهترینه به نظرم. خیال راحت میتونه ترید. ببین اگه الان من توی پلتفرمم هستم، انویدیا رو باز کردم، همه پلتفرم اینو داره. حالا بستگی داره با چه هستین شما. یه جا داره به نام آپشن چین. این آپشن چین رو وقتی من وا کنم، این آپشن چین رو من وقتی وا کنم، شما یه ارقامی رو اینجا میبینید که زده آگست فرست فلان. حالا ما دنبال اینا نمیریم. من میخوام فقط توضیح بدم که الان البته مارکت تعطیله، امروز رو شنبه است. من این حالا یه بارم توی چیز واسهتون درست میکنم، توی مارکت اوپن، تایمی که مارکت اوپن باشه. نکنم کارم همش دوستانم آپشن ترید. شما یادتونه گفتم $10,000 اکانت داشته باشین، باید مثلا اینقدر بذاری. اصلا $10,000 باشه واسه 100 تا بخری نمیتونی 100 تا بخری این ویدیو، داری مثلا 70 تا بخری. حالا بگو مثلا شما $10,000 اکانت داری ولی دوست داری آپشن یاد بگیری. ببین من میرم یه آپشن رو نگاه میکنم که دوست دارم مثلا اونقدر سود کنم یا ضرر. یعنی آپشنی رو انتخاب کنید که شما اگر اون به ضرر هم کشیده بشه زندگیتون رو عوض نکنه، یا از لحاظ فکری معلولتون نکنه به قول گفتن، یا نزنه ویکندتون رو خراب کنه بگین باختم فلان. میگه آقا $100 میخوام بذارم، امیدوارم $100 میکنم $300 $200 یا $100 هم اگر دست دادم من زندگی هم نمیخوره، ولی میخوام به قول موفق به طور موفق و دائم این روزی $100 $200 با سرمایه $100,000 $5,000 هر چقدر
من وقتی میگم $100 شما میتونید حتی با اکانت مثلا $1000 این کارو بکنید. هرچی اکانت تو خب بزرگتر باشه خب لورج تو میشه. حالا من میرم مثلا میگم آقا من آپشنی میخوام بخرم که پولم میرسه و میتونم باهاش ترید کنم. الان من اینجا نگاه میکنم خب من میگم اینجا از آپشن 185 آگست. حالا اگه راجع به آپشن توضیحات بیشتری خواهم داد بعدها. ما الان داریم فقط راجع به اندازه مقدار پولی که میخوایم بیاریم توی ترید استفاده میکنیم صحبت کنیم. پس شد ما آپشن رو میخریم در این حالت رایت. حالا من یه آپشن میزنم روش، دارم میخرم $123، $1 و 23 سنت. 100 تا ازش بخرم میشه چقدر؟ $123. و من اینو بخوام بخرم، اینو میتونم $100 ازش بخرم، یا ضرر میکنم یا سود دیگه، درسته؟ و $100 میرم بالا یا $100 میام پایین. من نمیگم $100 تونم ببازیم، موضوع فقط باختنی اصلا برمیگرده به اینکه کنترل سرمایه داشته باشه. شما نباید بذارین $100 که گذاشتیم بره بشه صفر. شما تا یه حدی اینو باید ازش مراقبت کنید. شما توی سیستم تریدینگ ما باید سرمایه‌مون رو حفظ کنیم. باید بزنم سرمایه‌مون از دست بدیم. خب من اینو گفتم میخرم $1 و 23. حالا بریم اینو من الان میزنم بره تو چارتم، بعد میریم نگاش. خب من بهتون بگم یه چیزی نشون بدم که شما منظور منو بهتر بفهمید. این فقط به عنوان مثال دارم. ما الان انویدیا آگوست 15 رو ما اینجا آوردیم، درسته؟ حالا این آگوست 15 چارتمون هم اگه درست کنیم، ببین امروز این چارت نشون میده که این از هفت از 70 سنت شروع شده، میگم پایینش هم گرفت. ما میخواستیم اولا 30 سنت ضرر کنیم، یعنی $1 و 23 $123. اینو همیشه یاد باشه این عدد رو ضرب در 100 کنیم. 100 در آره دیگه 100 تا کانترکت $1 و 23 میشه 100 خورده. ببینید شما اگه مثلا اینو خریده بودین 70 سنت، نه 80 سنت، نه حالا $1، $1 یعنی $100 میذاشتین. وقتی این استاک اینجا رسیده بود $1 شما شده بود $1 و 70 سنت. شما عملا $1 80 سنت میگیم خریدیم، فروختیم اینجا. نمیگم رفتیم اینجا فروختیم خدایی کردیم، آقا رفتیم اینجا طبق یه جزئیاتی که حالا بعدا صحبت کنیم ما اینجا. شما $1 رو کردین $1 و 70 سنت. اگه حالا نه 80 $1 و 80 سنت رو کردین $1 و 70، نه 1 و 50. شما ببینید چند برابر کردین پولتون رو. اون استاک اگر یادتون باشه اگر $17,000 میذاشتین، استاک $1 رفته بالا، $1 و 70 سنت رفت بالا، درسته؟ شما $1 و 70 سنت برده بودین، $170 برده بودین، یعنی 1%. ما الان داریم 100% سود میبریم اینجا، نه 80% سود میبریم. شما این مسئله رو تکرار کنید هر روز، هر روز اینو تکرار، ببینید که سوددهیتون چقدر. پس جالب نیست؟ حالا اگه علاقه دارید فالو کنید، کامنت بذارید که دوستان یاد بگیرین که من لااقل بدونم افرادی هستن که علاقه دارن این سیستم رو یاد بگیرن. تا ویدیو بعد شما رو خدا می‌سپارم.